فستیوال موزیک جاز کوالالامپور که جاز فستیوال که این سری هم توی یو ام برگزار کردن توی دانشگاه مثلا جایی که بهش میگن یونیورسیتی مارایا. ما الان بار اولمون هست می‌خوایم تو این جشنواره شرکت بکنیم و خیلی ها هستن تو این جشنواره، خیلی هم موزیسین‌های بزرگی که ما میشناسیم. ما هر کدوممون جداگونه اجراهای زیادی توی مالزی داشتیم. من با یه بند دیگه میزنم جدا و مازیار هم همینطور، یاسر هم همینطور و برای این داستان پروژه تریومین دور هم جمع شدیم که یه سری موزیکو بسازیم. جدی شد، یه 5-6 تا آهنگ ساختیم و ما آشناییم با جاز. آره در اضافه جازمن نیستیم. آره اولی حالا جدای اون 10 هشتم 13 هشتم 10 هشتم 13 هشتم بعد 13 هشتم اینکه چرا اسم این بند تریومین از امید میتونید بپرسید. خب اینکه اسم بند چرا تریومینه میتونی از مازیار بپرسی. والا مین یه لغت هم توی زبان آرامی و توی زبان عبری جفتش و به معنی روان بودن، حرکت رو به کمال. شما حرکت رو به کمال. و تریو هم یعنی یه بند 3 نفره. آره Ladies and gentlemen, please put your hands together for Trio Green, all the way to the ground.